سلام و درود احترامات به شنوندگان ما تماشابینان. ویسه پرزیدنت امریکا نامش رو فراموش کردم، گفته است که اگر ایران از عراق یادرویی دست کشد ما او رو کمک میکنیم برای پیشروی ایران همه طرفه، به شرطی که از عراق یادرویی دست کشد. از این میبرد که از عراق یادرویی دست کشد و لیکن همون اورانی که او دارد در دست خودش میستد. به فکری من نکن این خیلی گفته باشد. اگر باز گفته است که فروش نفت رو باید که با دلار کند، نه اینکه با یوان. گفته هم خیلی خبرها شنیدیم. باز یک دپوتاتی مجارستان پولشا در همون سیمی پولشا برآمد کرده است، در همون مجلسشون سیم کن به همون چی خودشون است، در همون دپوتات برآمد کرده است. در نوبت برآمدش گفته هم بیرق اسرائیل رو با سیم ریخ برابر کرده است که به جای ستاره داوود، حضرت داوود در نظر دارم، با سیم ریخ برابر کرد. لیکن باز همین پیرگوار تویست گفتو شنیدشون باید که 2 هفته دیگه دوام داده شود. با گفته همین هم در حیرت میمونی که 2 هفته دیگه اگر دوام داده شود مقصدی پیش آوردن عراق و اینقدر جاز جنگی برای چی باشد. اینش هم در حیرت. به فکرم امروز یا فردا دونالد ترامپ به پکین می رود. به فکری من 2 کشتی های روسی و چینایی از همون حوزه ارموز رفت آمد میکنند. امریکا با اونا کاری ندارد. امروز تا حتی فهمیدم که 2 کشتی نوا میگویند با فارسی از همون گلوگای ارموز، کشتی ایرانی هم 2 تا گذشته است، لیکن امریکا هیچی کاردار نشده است. اینجا بسیار همین تحلیلگرایی هستند که بسیار سخت میگیرن. مثلا یک تحلیلگری افغانستانی بلال حاتم احمدی تحلیل های خوب میکند. همون بسیار با نفع ایران گپ میزند، لیکن که از امریکا از دستش هیچی نمیآید، شکست خورده است. و گفتی همون کس بسیار تحلیل خوب هم دارد. اکنون با این طرفش هم با خداوند خودش میدهد، به خاطری که در منطقه خودش است. برای که جنگ دوام کند این بسیار عراقی بسیار در کار. گفتی اونم به یک نوع درست است، با یک نوع اینجا هم تحلیل دارد. همه خیلی گپ و خبرها با آینده میبینیم که چی گپ میشود. به فکرم فردا در پاکستان گفت و شنیده است. همه خیلی هم رفته ایستاده است گفت و شنیده شونه، لیکن حال نتیجه شون معلوم نیست. به فکری من که پسی پرده گفت و شنید رفته ایستاده است. خداوند به خیر باشد و گفت و شنید شود و دنیا تنگ شود. از جنگ خلاص شدیم، بیزار شدیم همه جنگی دنیا. سلامت باشید. یک مدیلکه بجی قیب با انا ایزو نکشیده درم کانال ابونه شدن گیرید. چی گم نیست خیلی که خواستی با میبروی. خیلی سلامت باشی. خدا نگهبانتون باشه.